دخترانی که شوهر میکنن تیز از شوهر خود جدا میشن یک روشنی میاندازه. اکی فهمیدن در کار برای چی تیز جدا میشه و خیر چی عذر داره چی سبب داره. اصلا این سوالای زندگی یک طریقی هسته که سوالایی که در همین زندگی رو میوید مرد که بیان کنه همون سوال گپ زنه پوگیز خودش سفید میکنه و زنک گناهگار میکنه. اگر که بو زنک بیا گپ زنه سوال تا پوگیز خودش سفید میکنه و مردک گناهگار میکنه. هیچ که از دو جانی فهمه که بچی خاطر جدا میشه چی عذر داره. ممکن عذری داشته باشه، ممکن مردک مثل مردک که نوبو بوده زندگی کرده با اون نشوه. برای همین خودی طلاق خودش اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه که ابغض الحلال الی الله تعالی الطلاق. مبغوض ترین حلال ها به سوی پروردگار طلاق است. ابغض مباحات، مبغوض ترین شومدیده ترین مباحات و حلال ها به سوی پروردگار طلاق است. طلاق خدا بد میبینه، طلاق شیطان لعین دوست میداره. نکاح خدا دوست میداره، نکاح خدا دوست میداره. خداوند میگه فنکحوا ما تو نکاح کنید زنایی که حلال هستن برای شما، زنایی که پسندیده هستن بر. پیامبر میگه تناکحوا تکاثروا تولدوا، نکاح زیاد شود در امتم، تولد زیاد شود، تولدوا تکاثروا صفی امتم زیاد شود. فینی اباهی بکم الامم یوم القیامه، و بسیاری امتم پیامبر میگه روز قیامت من خرسند میشم، فخر میکنم. یعنی نکاح زیاد شود، نکاح زیاد شود. نکاح خدا دوست میداره، شیطان لعین بد میبینه. طلاق خدا بد میبینه، شیطان لعین دوست میداره. یعنی هر کجا که طلاق برپا میشه خرسندی شیطانه، هر کجا که نکاح برپا میشه این خرسندی پروردگاره. حتی که در محفل نکاح دعاها مستجاب میشه، در محفل نکاح هر چیز میخری همین خوردگی یعنی که بخل با بدنت مثل دوروری فایده داره. که در زمانهای پیش دیگه هیچ چی که نبود برای نکاح، طعام عرسه، پیامبر میگه طعام عروسی را خوردنش سنت است. هیچ چی که نداشتن بعد در یک چینی آب می آوردن. در همون زمانها هیچ چی نداشتن، در حالت توی همتری نادوری، ولی عادت شدگی بعضی دادم تری چینی دو میارن. خب برای همین نکاح خدا دوست میداره، شیطان بد میبینه. طلاق خدا بد میبینه، شیطان دوست میداره. حتی هست در حدیث که شیطان در بالای آب مثل یک کاتشه میزنه، یک منبری کلان میزنه در بالای همون کرسی میشینه. بعدا همون اولادا و خدمتگاراش یک تا این شیطان یک تا شیاطین میلیون هست. بعد میان در پیش شیطانی کلانی در پیش پادشاهشون که امتحان میتن. من میگه ده کس جنگ دختم این شیشه زدن، یک تاش میگه من ده کس جنگ دختم، یک تاش یاد شب کورچه زد کش ای خو کاری نکرده. میگه یک تاش میگه من در بازار رفتم فریب کردم، خریدار فروشنده را فریب کرد، متریال کشید فریب کرد خریدار، یک وجب شاید متریال فهم کرد گرفت امروز اوری. یا تا دیگه شیطانی دیگه میگه که من فریب کردم در ترازو، یا ترازو را گرفت در همونجا وزنش زیاد نشد، میگه چند گرمی چیزی خریدار زد، میگه یه موقع کاری نی. یک کس میگه ده کس جنگ یک ده کشتی خکاری، یک کس بیراکم عرق خورد میگه کاری نی. یک کس میگه بیراکم خطی زنگ را زینو کرد ای او کور. هر چی قدر گناهی که میگن همون خدمتگارو لشکر شیطان امروز همه جا هست. کو برای همین است که فقط باید انسان با ذکر بگرده، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، دائما تکرار کنه که شیطان میگریزه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه لا اله الا الله، که شیطان دفع شود. بعد یک بچه خوردیش از همه در شیطان شیطنتی بدترینش. بعد میگه که من یک کار کردم. میگه بگو چی؟ میگه در زندگی یک زن مرد در آمدم، همین قدر وسوسه کردم که مرده که بزنک جنگ انداختم. عادتا نمیاد همین وقتی کم تر زنشون جنگشون سرشید، شیطان و وسوسهش هزار کرات میشود، هم از طرفی زن هم از طرفی مرد. میگه همین وسوسه شون کردم که به اندازه میگه شیطی اومده مرد زنش طلاق کرد. بعد میگه انا بچه اساسی مت بده. بعد در آغوش میگیره پشتش تپ میزنه، انا میگه بچه مت بده. سوپر شیطان همی بوده که همون شیطانه که در زندگی میدروه و زندگی دو مسلمان از یکدیگر جدا میکنه. بدترین شیطان هست. برای همی
طلاق ابغض مباحات است. در طلاق گفتن عرش خدا به لرزه میگه که باید که ما و شما در این باب احتیاط داشته باشیم. دیگر سوال پرسیده است که در دعا کردن دست برداشتن و برو مولیدن. اصلا در این باب اختلاف بسیار در جای برادر نوشته است که مردمای چیچن داغستانی رو بحث میکنن که حدیث نداره. دیگر مثلا برداشتنش همه قائل هستن، اما برو مولیدنش قبول ندارن. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت میکنه که اذا سألتم الله تعالی فاسألوه ببطون اکفکم. وقتی که شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه دعا کردین، سوال کنید پروردگار رو با بطون اکف، یعنی کف دستون قطعی همیت دعا کنید، ولی با ایت دعا نکنید بزوری، پشت دست قطعی دعا نکنید، کفوی دست قطعی دعا کنید. میگن فاسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بزوری ها با پشت دستتون قطعی دعا نکنید. وقتی که دعا کردین ثم لا تردوها حتی تمسحوا بها وجوهکم، بعد دستتون در زمین نمونین، خم نکنین حتی که بروتون بمولین. فإن الله جاعل فیها برکه، خداوند در همو برکت ریزونده. یعنی بزرگا گفتن که وقتی که دست برداشتی، دست برداشتنش این ثابت است. در نماز استسقا، نمازی که پیغمبر طلب بارون میکرد، همین بلندش کرد که این تری رنگی مونده، همین بلندش کرد، میگه که حتی تا کشی پیغمبر سفیدیش توفت، همین بلندش کرد، همین تا دعا کرد پیغمبر، همین بلندش کرد. یعنی در دعا کردن همین قد دستا را بالا کرد، زورا کرد خدا را. خب اما برو بردنش همین حدیثایی که چقدر حدیثا هستن، اصلا حدیثا ضعیفن. همین که پیغمبر اینجا میگه که خداوند وقتی که دعا میکنیم رحمت و مغفرت شد، وقتی که در کفوی دستمون میریزه، همین را تبرکن بهترین عزو کی روی، همین را تبرکن درمون میمولیم، همین رحمت خدا را دعا کردگی مونم. اما یا چند قدری که هستن حدیث های ضعیف هستن. فقط در ما همین است که وقتی که حدیث ضعیف بعد چند طرق وقتی که میویه همه حسن میشوه. ایره نه تنها مذهب حنفی بلکه همین عثیمین که پیری همین آدمای به مذهب را پیر شناسه عثیمین، همین عثیمین هم همین مذهب ما را میگه قبول داره. وقتی که حدیث ضعیف زیاد روایت میکنن او حدیث از ضعیفی میبره، دیگه عمل کردن با او درست میشه. اما اونهایی که مثلا در جای شما هستین که شافعی و مالکی ها مثلا دستاشون می بردارن و باروشون میمولن، میلش نبرن باروشون. یگان مشکلی نیست، یگان مسئله جنجالی نیست که مسئله را ما بکشیم و بگردیم. میلش باروش نشکش، ما بارومون میشکیم، چیگه پینی. میلش کسی که امتا دعا میکنه و باروش هم که نبرن دست برداره قبول داره، ما چیگه پینی. این مسئله جزئی هستن برادری رو کفتکو نکنیم. این شیعه دستش نمیبرداره، شیعه اهل تشیع دعا میکنن، مناجات میکنن، دعا میکنن، اما دستاشون نمیبردارن. برای این مسئله هستن که مسئله فرعی جزئی هستن، اینا رو اگر کسی عمل میکنه به مذهب خودمون خوب، اونایی که عمل نمیکنن قبول نمیدارن، توکلشون به خدا.